أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش میگوید: باب استحباب التبشیر و التهنئة بالخیر، یعنی باب در مسئله مستحب بودن بشارت دادن، مژده دادن، خبر خوش دادن و تهنئتی، یعنی که تهنیه کردن، مبارک باد گفتن، تبریک کردن، بالخیری، به کارهای خیر. یعنی یک کار خیر بالا یک کس بیاید یا فهمیدیم یک کس بالاش خیر آمده ایستاده است، او را مژده بتیم، خبرش بتیم. یا وقتی که فهمیدیم بالاش خیر آمدگی هست، او را ما تهنیت و تبریکش بگوییم، مبارک باد بگوییم. همین کار کردن سنت است، مستحب است. خوب است که انسان بالای یک برادر مسلمانش خیر میآید این کار انجام بدهد. خب، امام نووی رحمه الله اکنون در زیر این باب چندین حدیث ها و چند آیت و چندین حدیث های دیگر برامون تقدیم میکند. اولین آیت را میارد، میگوید: قال الله تعالی، الله سبحانه و تعالی گفت که فبشر عبادی، پس بشارت بده، مژده بده بندگانم را. الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. الذين یعنی همون بندگان الله که یستمعون القول، میشنوند، گوش میاندازند به سخن، یعنی سخنها را گوش میکنند. فیتبعون احسنه، پس پیروی میکنند نیکوترین سخن را. احسن، بهترین سخن ها را، یعنی سخن حق را پیروی میکنند، سخنان درست را پیروی میکنند. پس الله سبحانه و تعالی میگه که انا همین بندگانی بهترین و حق پیرو را یا پیروان حق را بشارت چون بده، یعنی مژده شون بده، خبر خوششون بده. این سوره زمر. بعد از این دویم آیت را میارد، میگه و قال تعالی، و گفت الله سبحانه و تعالی: یبشرهم ربهم برحمت منه، یعنی که یبشرهم، بشارت میدهد، مژده میدهد ویها را. یعنی که اینجا مسئله درباره مجاهدان میرود، کسانی که در راه الله میجنگند. یبشرهم یعنی بشارت میدهد کسانی که در راه الله میجنگند، در راه الله خدمت میکنند. ربهم، کی خبر خوششون میدهد، کی مژدهشون میدهد؟ پروردگارشان. ربهم، پروردگارشان اونها را خبر خوش میدهد. اون خبر خوش چی است؟ به رحمت منه، بر رحمتی از جانب الله تبارک و تعالی، از جانب خودی رب، از جانب خودی پروردگار رحمتی هست که الله اونها را خبردار میکند. و رضوان، الله سبحانه و تعالی همچنین خبر میدهد که برای اونها را خوشنودی است. رضوان، خوشحالی و خوشنودی، یعنی خوشنودی الله تبارک و تعالی که الله از این طایفه‌ای که در راه الله خدمت میکنند از اینها راضی میشود. و جنات لهم، و الله تبارک و تعالی همچنین این خدمتگاران راه خودش را بشارت میدهد به جنات، و باغهای از و باغهایی که برای اینها آماده کرده است. و جنات لهم یعنی باغهایی که لهم هستند، از برای این گروه خدمتگاران راه الله هست. فیها نعیم، در اون جنت، فیها یعنی که در همون باغها، یعنی در همون جنت نعیم است، نعمتهای فراوان است که مقیم است. اون نعمتها مقیم یعنی که جاودانه است، همیشگی و دائمی است. یعنی نعمت جنت مقیم است، دائمی و همیشگی است، به مثل نعمت‌های دنیا نیست که موقتی باشد، بلکه دائمی و همیشگی است. پس الله تبارک و تعالی خبر میدهد اونها را که برای شما این مژده بزرگ، یعنی یکم رحمت الله، دویم خوشنودی الله، سوم جنتی پرنازی که نعیم مقیم دارد، نعمت فراوان دائمی دارد. این از دویم آیت سوره توبه. و بعد از این آیت دیگر رو میارد، میگه و قال تعالی، و گفت الله سبحانه و تعالی: و ابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. و ابشروا یعنی بشارت بدهید. با چی بشارت بدهید؟ بالجنة التي، با همون جنتی که
کنتم توعدون، یعنی به شما وعده داده میشد. یعنی ای اهل ایمان، ای اهل تقوا، ای اهل زهد و ای اهل ورع، پس شما برای شما بشارت باد همون جنتی که وعده داده شده اید. این هم همچنین بشارت دادن، یعنی که خبر خوش رساندن. این از سوره فصیلت. بعد از این آیت بعدی را میارد میگه و قال تعالی، و گفت الله سبحانه و تعالی فبشرناه بغلام حلیم. الله میگه پس ما بشارت دادیم وی را به غلامی که حلیم است. فبشرناه یعنی حضرت ابراهیم علیه السلام رو میگه که بشارتش دادیم به غلامی که، به جوانی که حلیم است، بسیار جوان خیرتمند و بسیار جوان حلیم هست. الله سبحانه و تعالی میگه ما برای ابراهیم این بشارت را، این خبر خوش را رسانیدیم. این سوره صافات آیه 101. بعد از این آیت بعدی را میارد میگه و قال تعالی، و گفت الله سبحانه و تعالی ولقد جاءت رسلنا ابراهیم بالبشرا. الله سبحانه و تعالی میگه واقعا آورد فرستادگان ما، رسولنا فرستادگان ما، ابراهیم بالبشرا نزد ابراهیم علیه السلام با بشارت، با خوشخبری که اون بشارت چی بود؟ بشارت فرزنددار شوی، که فرزنددار می شود به نزدیکی. الله تبارک و تعالی میگه ولقد جاءت رسلنا، واقعا آورد فرستادگان ما، روان کردگی های ما، این همون ملائکه ها، ابراهیم نزد ابراهیم علیه السلام بالبشرا، یعنی با خبر خوش، با بشارت نیکو. این از سوره هود. بعد از این آیت بعدی را میارد میگه و قال تعالی، و گفت الله سبحانه و تعالی و امرأته قائمة فضحكت فبشرناه باسحاق و من وراء اسحاق یعقوب. الله تبارک و تعالی میگه و امرأته، یعنی که همسر ابراهیم علیه السلام ساره یا سارا، قائمتون یعنی راستا بود، چخت بود، فضحکت پس خنده کرد. یعنی سارا همسر ابراهیم علیه السلام خنده کرد. مفسران میگن سبب خنده کردنش دو چیز است، دو چیز سبب خنده شدنش است. یکی میگن یا به خاطر آنه که این کسانی که نزد حضرت ابراهیم آمدگی بود پی بردن که اینها ملائکه های الله تبارک و تعالی هستند، لشکر الله هستند که برای نابود کردن قوم لوط آمدگی هستند. وقتی که همسر ابراهیم علیه السلام میگه پی برد از این چیز، از این حساب میگه خنده کرد، یعنی خندش میگن سببش این است. و بعضی میگن که فضحکت، میگن سبب خندهش در پیرانسالی کسل ماهانه شد، کسل ماهانه شد، از این حساب میگه خنده کرد. یعنی که مفسرها درباره خندهش دو قول دارن. خب فبشرناه باسحاق، پس ما بشارت دادیم میگه سارا را به اسحاق و من وراء اسحاق یعقوب، و بعد از اسحاق به یعقوب اومدن یعقوب. خلاصه به اینها میگه که ما بشارتش دادیم، خبر خوش براشون رسانیدیم. خب دیگر معلوم است که یعنی که حضرت لوط برادرزاده حضرت ابراهیم علیه السلام بودند، و وقتی که از حالت قوم لوط را، یعنی که اون بدبختی هایی که انجام میدادن و ملائکه های از بین برنده یا که ملائکه های عقاب وقتی که آمدن، یا وقتی از بین بردن قوم لوط که آمد، از این حساب بگیم همسر حضرت ابراهیم خوشحالی کرد و خنده کرد. خب و قال تعالی، آیت بعدی را میارد میگه الله سبحانه و تعالی گفته است که فنادته الملائکه وهو قائم یصلی فی المحراب ان الله یبشرک بیحیی. یعنی که فنادته الملائکه، پس فریاد کرد وی را ملائکه ها، و هو قائم، و در حالی که وی راستا بود، یصلی فی المحراب در محراب نماز میگذاشت، ان الله یبشرک بیحیی، هر آینه الله سبحانه و تعالی بشارت میتید تو را به آمدن یحیی. خب
این از سوره آل عمران. بعد از این آخرین آیت و قال تعالی و گفت الله سبحانه و تعالی اذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. و اذ قالت الملائکه، زمانی که وقتی که گفتن ملائکه ها یا مریم، ای مریم، ان الله یبشرک بکلمت منه، الله سبحانه و تعالی بشارت میدهد تو را بکلمت منه، به کلمه از جانب الله تبارک و تعالی، به مخلوقی که از جانب الله سبحانه و تعالی برای تو داده می شود، یعنی فرزند. اسمه المسیح، نام اون فرزند مسیح است. عیسی ابن مریم، یعنی عیسی نامش مسیح عیسی است، پسر مریم می باشد. وجیها فی الدنیا، یعنی که دارای وجاهت می باشد در دنیا، یعنی انسانی پر محترم و با احترام می باشد اون در این دنیا. صداقت شد. خب و من المقربین، و همچنین حضرت عیسی علیه السلام از مقربین است، یعنی که وجیه است در دنیا و آخرت، یعنی که وجاهت دارد، یعنی که کرامت و انسان محترم است هم در دنیا و هم در آخرت. و همچنین من المقربین است، یعنی که از جمله کسانی که به الله بسیار نزدیک هستند. حضرت عیسی علیه السلام از همین طایفه است. خب بعدش میگه والآیات فی الباب کثیرة معلومه، آیات ها در این باب بسیار هستند و معلوم هستند. و اما الاحادیث فکثیرة معلومه جدا، و همچنین حدیث ها هم بسیار است و معلوم است به نهایت. و هی مشهوره فی الصحیح منها، و همون حدیث ها مشهور هستند در کتاب های صحیح. منها بعضی از همون حدیث ها، اکنون یک چند حدیث را برامون تقدیم میکند. اولین حدیثش عن ابی ابراهیم و یقال ابو محمد، از ابی ابراهیم، بعضی میگوین که ابو محمد، و یقال ابو معاویه، بعضی میگن ابو معاویه، عبدالله ابن ابی اوفا رضی الله عنهما، یعنی که عبدالله ابن ابی اوفا رضی الله عنهما است. میگد ان رسول الله صلی الله علیه و سلم بشر خدیجه رضی الله عنها ببیت فی الجنه من قصب. میگه که هر آینه پیغمبر صلی الله علیه و سلم بشارت داد خدیجه رضی الله عنها را، خدیجه رضی الله عنها را بشارت داد ببیت فی الجنه، یعنی به یک خانه که در جنت است، به خانه در جنت بوده میگه براش بشارت داد، یعنی که خبر خوش داد که در جنت خانه داری. من قصبین، اون خانه که در جنت است از قصب است. از قصب یعنی که از لؤلؤ، از یاقوت است، یعنی خانه قیمت بها است، خانه بزرگ است. لا صخب فیه ولا نصب، میگه لا صخب فیه، دیگه در آن جنت، در اون قصری که از لؤلؤ و یاقوت ساخته شدگی است، میگه لا صخب فیه، در اونجا دیگر سر و صدای نیست، غوغا و آواز نیست. ولا نصب، همچنین رنج و خستگی دیگر در اون وجود ندارد. در اونجا دیگر نه سر و صدا هست، نه آواز و غوغا هست، و نه خستگی و رنج و بیماری و مشکلات است. یعنی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم حضرت خدیجه رضی الله عنها را به اون قصر بزرگ، به اون مکان مبارک خبرش داد، به اونجا آگاهش کرد که این توجه برای تو آماده شدگی است در جنت. این حدیث متفق علیه است. بعد از این حدیث 708، این حدیثی که خوندیم حدیث 707 بود. بعد از این حدیث
708. حدیث 708 را انشاءالله درس آینده خواهیم گرفت. با همین درس امروزه را به پایان میرسونم تا درس آینده. الله حافظ و مددگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.